Değerli باز با شما نو بودیم. این ویدیو درس تمام نکرده استفاده. خب حاضر ما برمیگردیم و ویدیو درس هایی که تیار میکردیم. در این درس ما چیکار میکنیم؟ یکی از برنامه هایی که در کتابای نو بگیم در مکتبا که وارد کرده شدن در تکنولوژی اطلاعاتی همون رو دیده میبریم که در آن آورده شده است باید برنامه سکرچ. من در درس ها بعد این درس بلندر رو سر کردنی بودم، اما که کتاب های تعلیمی در سکرچ آوردگی است. برای همین بعضی شخص ها میخواهیم که چی میشود که این برنامه سکرچ رو کم بیش ساده تر کرده فهمونید. برنامه سکرچ برای چی لازم است؟ برنامه سکرچ خب برای چی لازم بودنش رو در درس یکم و دوم میگیم. لازم ما فقط استانف این برنامه رو دیگه میبریم. خب من برنامه سکرچ رو پیشکی سکرچت کرده گرفتم اینترنت. خب سکرچ رو سر میدهیم با بلندی بار پخش کرده. خب چخیلی که میبینید برنامه سکرچ لکه بکور در آماده ایستاده است، تیار دیده ایستاده است. خب طالقا دیلی پوزاتلی دنبگه کامپیوتری یعنی همه استفاده برنده ها طالقا دیلی هم اینه یعنی انیمیشن این آمی کامپیوتر هم رو چونین موندم. خب طالقا دیلی انیمیشن که من انتخاب میکنم. پیشکی گفته مونم که این برنامه از ویندوز 7 بالا کار میکنه، یعنی ویندوز 7 8 10 11 ایو دا کار میکنه. ویندوز 7 پایان کار نمیکنه. پیشکی گفته مونم این ورسیه که 3.1 ورسیه 3.1 است، انا این ورسیهش کستان افکار پخش میکنم. خب برنامه بس چکار گیم برنامه سازی بسیار علاقمندی کلان دارد، یعنی با زبان عادی کردگی این برنامه سکریپتینگ است، یعنی از سکریپت ها تیار شده است برای نوجوانان، برای کودکان که با یادن سکریپت میتونن برنامه سازی کنن. با این برنامه مولتیفیلم تیار کرده می شود با طرز 2D و بازی های 2D را تیار کرده می شود. خب همین بود کم اتاق معلومات درباره سکرچ. خب برنامه رو با کار در اومد توی یک بطور رو پخش میکنیم چون که یک میبینی و یک برنامه هست. توی یک بطور رو پخش کردیم. ایسری برنامه ویدیوی زبسی اکران کانتر میچسبونه چون همیشه سکرچ و شده شایی تیار دیده ایستاده است. در شما در آباد شده شد با سببی که برنامه ضبط اکران در شما نمیرود. خب کمتر اینستال میشوید، پیدا میشود. کمانده است که اشغال تری نویسندگیشان میکنیم. و ماجرا قبول نکردم در روی ابنالی میشون. خب اینا همین است. بگیم همین روزانه کاری سکرچ با همین سربلند خونه آمد باشید. خب این بود طرز استفاده برنامه سکرچ در کامپیوتر.